ترسناکترین حمام کوهستانی رو میخوام بهت معرفی کنم که به گفته محلی‌ها حدود 800 سال قدمت داره. اینجا از ورودی حمام 800 ساله هست. اینجا جاییه که می اومدن لباسشون عوض میکردن. یه حوضچه داشت که فکر کنم برای شستن پا بود احتمالا. سقفش ادامه داستان اونوره که خیلی هیجانیه. این قسمت البته محلی‌ها میگفتن از 4 صبح تا 6 صبح یه سر صدایی میومد که درش رو بستن. یه استخری داشت برای نظافت. اینجا هم 2 جایی بود که برای شستشو بود. اینجا این پایین دوباره 7 پله میخورد میرفتن این پایین برای دوش گرفتن. شما حساب کن اون موقع وقتی که برق نبود از مثلا 5 صبح تا 7 صبح که این همون باز بود واقعا ترسناک بود. شما هم اگر جایی رو میشناسید که قدیمیه حتما تو کامنت برام بنویس.